عرض سلام و خسته نباشی خدمت دوستان. توی این قسمت من میخوام یه سری مطالبی رو در مورد اینکه مانیتور ماشین چی بخریم صحبت کنم. اول من این مسئله رو بهتون بگم، من یه مصرف کنندم، فروشنده نیستم. پس چیزایی که میگم دلیلی برای این نیست که من میخوام محصول خودم رو بفروشم. و در واقع تحقیقات خودم بوده، من 3 تا مانیتور عوض کردم و طبق اون تغییراتی که تو مانیتورهای ماشین انجام دادم به یه سری نتایج رسیدم. نکته اولی که برای خرید مانیتور شما باید در نظر بگیرین اینه که نیاز شما چیه. خیلی مهمه که بدونین نیازتون چیه، با توجه به نیازتون خرید کنین. یعنی اگر واقعا میخواین از مانیتور ماشینتون کار بکشین و اپ‌های مختلف روش نصب کنین و کاربردهای مختلفش رو تست بکنین، حتما برین سمت مانیتورهای با بردهای قوی. حالا بردهای قوی مثل TS18، TS10 که بردهای تاپ وی بهشون میگن و بردهای قوی دیگه مثل بردهای FYT، UIS 7862، 7870. اما اگر میخواین به صورت معمول و از مانیتورهای میان رده استفاده بکنین، باز هم برین سراغ شرکت‌های درست حسابی و بردهای درست حسابی مثل بردهای K2401، K2501، K4811. حتما قبل از این که خرید بکنین در مورد برد مانیتور از فروشنده سوال کنین. خیلی مهمه که بدونین دارین چی میخرین. توی مشخصات مانیتور هم علاوه بر این که شما باید بدونین برد چیه، مثلا توی مانیتور پلتفرم اینفورمیشن تو همون خط اول نوشته TS18، یعنی برد TS18 هستش و CPU ورژن نوشته اوکتاکور یا 8 هسته‌ای که نوشته 8 کور کورتکس A55 می فرکانسی 1.6 گیگاهرتز. حالا این رو حتما بدونین. وقتی می نویسه مین فرکانسی یعنی که بالاترین فرکانسی که به شما ارائه میده و من چون نرم افزار دیوایس اینفو نصب کردم میدونم که 4 هسته 1.6 داره و 4 هسته 1.2. پس همشون 1.6 نیست، سرتون کلا نره. مورد بعدی اینه که خب اگر شما بخواین روی مانیتورتون به مانیتورتون سیستم قوی ببندین، چیزی که باید داشته باشه اینه که پروسسور صدا داشته باشه. همونجا که تو همون خط سوم بخش دوم میبینی سون پروسسور AK7604. تو بعضی مانیتورها خب به جای سون پروسسور از DSPs اسم برده شده. اصلا بعضی مانیتورها اصلا این رو به میان نیاوردن. خب شما نرم افزار DSP اصلی مانیتور رو میبینید و مشخص میشه براتون که این مانیتور در چه حدی و در چه توانی برای سیستم شما کار میکنه. اما از این موضوع بگذریم. حالا من مانیتورهای میان ردم که گفتم برد شرکت NWD از همشون بهتره، یعنی 2401 NWD، 2501 NWD و 4811 NWD. مورد بعدی که تو مانیتورها خیلی مهمه رم و حافظه داخلی دستگاه. از اون مهمتر رم است. یعنی حالا شما شاید بگن که بهتون 464 232 628 828 8256 رم خیلی مهمه. یعنی اگر شما میخواین یه مانیتور میان رده 4 هسته‌ای بگیرین، سعی کنین که حداقلش 464 بگیرین. چرا؟ چون رم با سی پی یو شما در تقابله، یعنی با هم دیگه داد و ستد زیادی دارن از نظر اطلاعات. و رم فضاییه که برنامه ها توی اون فضا اجرا میشن و هر چقدر این فضا بیشتر باشه برنامه ها راحت تر اجرا میشن و چند برنامه با هم راحت تر اجرا میشن. مورد بعدی پس اینه که بس اینو من تکمیل بکنم. یعنی حتی اگه شما میخواین مانیتور میان رده هم بگیرین، سعی کنین مانیتور با رم حداقل 4 بگیرین.
اگر 4 هسته‌ای میگیرین رمش هم 4 باشه تا حداقل لگ کمتری داشته باشه. من همین الان بهتون میگم اگر مانیتور 232 بگیریم با رم مانیتور 232 بگیریم با سی پی یو 4 هسته‌ای حتما به لگ برخورد میکنیم. مورد بعدی نیاز شما به اینترنته. اگر اینترنت نیاز دارین شما میتونین مودم همراه تهیه کنین، شما میتونین مودم‌های بی سیم تهیه کنین برای داخل ماشینتون، مودم‌های سیم کارتی و اصلا یک مانیتور بدون سیم کارت بگیرین. اما توصیه من اینه که حتما مانیتور سیم کارت دار بگیرین. چرا؟ چون توی قسمت‌های بعدی خواهم گفت شما حتی میتونین با مانیتورتون تماس بگیرین، پیام بفرستین و حتی میتونین از اپ‌های دستیار صوتی استفاده بکنین اگر مانیتورتون سیم کارت خور باشه. مورد بعدی که بهتون بگم، اینجا تو خط یکی به آخر نوشته اندروید ورژن 13. اندروید هیچ مانیتوری که تو بازار ایران من تا حالا سرچ کردم 13 نیست. یعنی اندرویدی که به شما گفته میشه اندروید 13 هستش، اما وقتی دیوایس اینفو رو باز میکنین میبینین اندرویدتون 10، اندروید واقعی 10 و 13 فیک بهش گفته میشه. پس این رو هم بدونین که اگر یک فروشنده به شما گفت این اندروید 13 فلان خیلی خوبه، اصلا توجه نکنین. و حتما روی دستگاه قبل از خرید برنامه دیوایس اینفو، من سی پی یو زد و سی پی یو ایکس اصلا قبول ندارم چون قابل هک شدن هستن، ولی برنامه دیوایس اینفو خیلی برنامه خوبیه. مثلا الان این 8 هسته رو نمایش میده. شما دستگاه رو ممکنه بخرین پشت دستگاه یه برچسب خورده باشه، یه لیبل خورده باشه که 8 هسته‌ایه، ولی وقتی برنامه دیوایس اینفو رو نصب می‌کنید می‌بینید فقط 4 هسته به شما نمایش داده میشه. نگاه کنید این خونه ها هر کدوم یه هسته حساب میشن و فعالیت یه هسته نشون میدن. من همونجوری هم بهتون گفتم 4 هسته بالا 1200 هستن و 4 هسته پایین 1600. و حتما نگاه کنید این رم 6 شما اینجا متوجه میشین که رم واقعی هست یا نه. 39% رم استفاده شده و بقیه رم خالی هستش. این نشون میده که این رم واقعا 6. و اینجا حتی میتونین اینترنال استوریج رو هم نگاه کنین که ببینین واقعا 128 هست یا نه. حالا با توجه به اینکه سیستم خودش یه مقداری رو برای برنامه‌های خودش برمی‌داره 110 گیگ نشون داده میشه که 4 گیگش استفاده شده. مورد بعدی اینه که اگر مانیتورتون بالا وصل میشه مثل مانیتور من، بهتره که از مانیتورهای فندار استفاده بکنید و در کنار فن از کولر هم استفاده بکنین که به مانیتورتون فشار نیاد. این خیلی نکته مهمیه که اینجا میتونین توی این برنامه توی قسمت تمپرچر دمای سی پی یو، اگر دمای سی پی یو و بورد رو ببینید که حتی امروز به 65 درجه هم رسیده. مواردی که بهتون گفتم نگاه کنید، یه واقعیت رو قبول کنید، فروشنده دوست داره جنسش رو بفروشه. شما هم اگر باشین دوست دارین اون جنسی که داخل مغازتون هست رو بفروشین، ولی اول نیازتون رو برآورد کنین. یعنی اگه واقعا نیازتون که فقط یک ظاهری داشته باشه، معمولا بنگادارا برای اینکه ماشیناشون بفروشه یه مانیتوری معمولی نصب میکنن، میگن ماشین مانیتور داره. و شما وقتی ماشین رو بخرین بعد از مانیتورش میخواین استفاده کنین، به هیچ وجهی نمیتونین استفاده کنین، لگ میخوره، ریبوت میشه، اذیت میکنه، نرم افزارها اجرا نمیشن. پس نیازتون رو برآورد کنین. اگر میخواین سیستم ببندین حتما به DSP ASP سیستم مانیتور دقت کنین تو خریدش و مطمئن بشین که تواناییشو داره. یه مورد اینجا بهتون بگم، مانیتورها این که مثلا ما بگیم لنوو، وریتی، نمیدونم پایونیره، اینا همشو بریزین دور. مانیتورها با بردهاشون شناخته میشن. الان این مانیتور لنوو، ولی این رو در نظر بگیرین که بردش TS18. یعنی در دنیای مانیتور ماشین بردها مهم هستن نه اسمها. حالا
جایی من خوندم و شنیدم که میگن که شرکت شیائومی مانیتوری رو زده با برد مخصوص خودش که حالا من ندیدم از نزدیک و نمیشه قضاوت هم کرد، ولی این رو تو حافظتون بسپارین. وقتی شما وارد یک مغازه سیستم صوتی میشین و میخواین مانیتوری رو بخرین، مواردی که گفتم رو حتما در نظر بگیرین و از همه مهمتر، البته نمیشه گفت از همه مهمتر، ولی پرکاربردترین نرم افزار داخل مانیتور ماشین اپل کارپلی و اتو اندروید هستن. یعنی حتی اگر شما خواستین ارزون ترین مانیتور رو هم بخرین، حتما دقت کنین که اپل کارپلی و اتو اندروید داشته باشه. چرا؟ چون حتی همون مانیتور ارزون قیمت رو هم میتونیم به عنوان صفحه نمایش ازش استفاده کنیم و با گوشیتون بهش وصل بشین، گوشی بشه سی پی یو تون، گوشی بشه رمتون و مانیتورتون بشه صفحه نمایشتون. خیلی کمکتون میکنه و برنامه‌هایی مثل نشان، مپ، حتی برنامه موسیقی داخل گوشی رو میتونین منتقل کنین، صفحهش رو منتقل کنین به مانیتور ماشینتون و استفاده بکنین. فکر میکنم تمام موارد رو گفتم و شما هم برای خرید یک مانیتور خوب سعی کنید قبلش تحقیقات خودتون رو انجام بدید. به مارک ها دقت نکنین و به بورد ها دقت بکنین. اینو من تأکیدی بهتون میگم، چون من 3 تا مانیتور عوض کردم و به نتیجه رسیدم که یک مانیتور خوب با هر اسمی با برد خوب میتونه کار بسیار بزرگی رو در ماشینتون انجام بده و لذتش رو ببرین و برنامه‌های زیادی رو روش نصب کنین. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین و حرفای منو گوش کردین. اینا رو به عنوان هم درد دل بذارید و هم اطلاعاتی که من دوست داشتم در اختیار شما قرار بدم. با تشکر.